الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. برادران بسیار بزرگوار و ارزشمند، خواهران گرامی و محترم، در ادامه درس‌های گذشته آخرین آیات سوره مبارکه احزاب تلاوت کردید و انشاءالله تفسیر و تشریح مختصری که امشب خدمت شما عرض می کنم، دعا بفرمایید که الله عزوجل به همه من و شما فهم درست این آیات و فهم درست کلام الله مجید را عنایت بفرماید و سپس توفیق عمل عنایت بفرماید. در آیات گذشته ما خواندیم که نسبت به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم دفاعیاتی بود. الله عزوجل از پیامبر محبوب و عزیزش دفاع فرمودند در مقابل هجمات مشرکین، منافقین، یهودیان، احزاب مختلف که اونها میخواستند تحرز بکنند، اما الله عزوجل چگونه پیامبر عزیزش را سربلند و سرفراز فرمود و پیروز میدان. و بعد از آن به مسلمانان هم تذکراتی داده شد نسبت به آن حضرت صلی الله علیه و سلم که باید چه آدابی را رعایت بکنند، چه حرمتداری باید داشته باشند. در پایان سوره الله عزوجل خطاب می فرماید مؤمنین را که شما مثل یهودیان نباشید که موسی را اذیت کردند. شما پیامبر خودتون را اذیت نکنید، شما آزار نرسانید. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی. ای مؤمنان نباشید مثل آنانی که اذیت کردند موسی را. موسی را آزار رساندند، تهمت زدند. فبرأه الله مما قالوا. اما خداوند ایشون را تبرئه کرد از اون چیزی که اونها گفتند. تهمت‌های ناروای به موسی علیه السلام نسبت داده شد و گفته شد. خداوند عزوجل موسی را تبرئه فرمودند و موسی سربلند و عزتمند در آمدند. حالا منظور از این تهمت ها چی هست؟ روایت های مختلفی هست، ما میتونیم همه موارد را مراد بگیریم. یه روایتی که در کتاب های معتبر حدیث می آید که موسی علیه السلام وقتی که میخواستند استحمام بکنند، غسل بکنند، با بقیه مردم در حمام های عمومی یا در کنار جوی آب، نهر آب که همه با هم غسل میکردند و هیچ از هم دیگه حجابی، پرده‌ای و پوشش عورتی نبود،
موسی چون پیغمبر بود و حیا در پیغمبران همیشه غالب بود، موسی جای دیگه میرفتن، دور میرفتن، تنهایی غسل میکردن. این سبب شد که اونها بگوین موسی مشکل مردانگی دارد. یه داستان مفصلی هست تا اینکه خود به اذن الله عزوجل لباسهای موسی علیه السلام روی سنگی بودند و اون سنگ به حرکت درآمد و تا اینکه موسی علیه السلام دنبال لباسها راه افتاد، مردم دیدند و متوجه شدند اون چی که گفتند نادرسته. بعضی اینو گفتند، اما این روایت دیگری که بسیاری از اهل تفسیر نوشتند و اینه که موسی علیه السلام وقتی که تبلیغ می کردند و مردم را موعظه می کردند، مردم بسیار تحت تأثیر قرار می گرفتند. موسی حاسدانی داشت، دشمنانی از منافقین داشت، همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنانی از منافقان داشت و دشمنان سعی می کردند متهم کنند موسی علیه السلام را، همان گونه که رسول الله بر اهل بیت رسول الله تهمت می زدند. موسی را هم متهم کردند، تهمت و افترا بستند بر موسی. یکی از سرسخت‌ترین دشمنان موسی پسر عمویش بود که منافق بود به نام قارون. ان قارون کان من قوم موسی. به هر حال می آید که قارون به یه زنی که زن لاابالی بود و زن نادرستی بود مقدار پول بهش داد و گفت وقتی که موسی سخنرانی می کند و در اوج سخنرانی هست، شما او را تهمت بزن، بگو تو با من چنان کاری انجام دادی، بدکاری و بدفعلی انجام دادی، تا آبرویش جلوی همه بره. اون زن پولها را گرفت و همین کار را کرد. تفسیر مهایمی نوشته از قول ابوالعالیه که یکی از مفسرین است که هو ان قارون استعمر مومسة ای زانیة. قارون یه زن زانیه و بدکار را از او کار گرفت لتقذف موسی بنفسها على رأس الملأ، تا که بر موسی تهمت بزند، در منظر عام تهمت بزند که تو با من چنین کاری کردی. فعصمه الله تعالی و برأ موسی من ذلك. خداوند موسی را حفاظت کرد. موسی علیه السلام را بعد از اینکه این زن تهمت زد، موسی او را سوگند داد، گفت تو را سوگند میدم به اون خدایی که تو را آفریده، آیا واقعا من چنین کاری با تو داشتم که چنین تهمتی در این جمع به من میزنی؟ موسی وقتی که با اون کلمات غلیظ اونو سوگند داد، اون زن ترسید، بدنش لرزید و گفت نه، این حقیقت نداره، قارون مقدار مبلغ پول به من داده و من وادار کرده. به هر حال به جای اینکه موسی بدنام بشه، قارون عزتش رفت و همه فهمیدن که قارون پشت پرده چه کارهایی میکند. ابوالعالیه میفرماید و کان ذلك سبب الخسف بقارون و من معه. این سبب خسف قارون شد، سبب اینکه در زمین رفت فرو رفت، همین جریان شد که نسبت به پیغمبر خدا چنین گستاخی و لبگشایی و تهمتی زد. علی ای حال، حالا اون تهمت باشه یا تهمت های دیگه باشند، الله می فرماید ای مؤمنین شما مثل یهودیان نباشید، شما مثل اون منافقان زمان موسی نباشید. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی، نباشید شما مثل کسانی که موسی را اذیت کردند. فبرأه الله مما قالوا، الله ایشون را تبرئه کرد از اون چه که اونها گفتند. و کان عند الله وجیها، موسی علیه السلام پیش خدا وجیه بود.
دارای ارزش بود، بنده محبوب و مقرب خدا بود که جایگاه داشت پیش خدا. این نکته را خدمت شما عرض کنم که بسیاری از افراد هستند، بسیاری از حاسدان هستند، مغرضان هستند که گاهی سعی میکنن بر علیه اهل حق چنین تهمت‌هایی را نسبت بدهند. خیلی جریانات شنیده شده که بعضی از افراد و حتی کسانی که دارای جایگاه حکومتی هستند، افرادی را مثل همین زنی که یاد شد تعیین کردند و فرستادند، مأموریت دادند که بر علیه بعضی از انسانهای راستی، اهل حق، انسانهای درست تهمت بزنند یا بالاخره رفت و آمدی داشته باشند به عنوان سوالی، به عنوان استفتای، تا بعداً بدنامی ایجاد بکنند. ولی اینا باید بدانند که هر کسی که پیش خدا وجیه باشد، هر کسی که عملکرد خوبی پیش خدا داشته باشد، پاک و صاف باشد، خدای عزوجل او را تبرئه می کند. و کسانی که در واقع دام می نهند، کسانی که می خواهند برای دیگران چاه بزنند، کسانی که می خواهند دیگران را بدنام کنند، خدای عزوجل خودشون را بدنام می کنه، خودشون رسوا می شد. همان گونه که موسی علیه السلام را الله عزوجل تبرئه فرمود و قارون رسوا شد. لذا الله عزوجل می فرماید که ای مسلمانان، شما مثل اون منافقان زمان موسی نباشید، تهمت نزنید، دنبال بیابرو کردن مردم نباشید، دنبال بی عزت کردن مردم نباشید. آبرو و عزت به دست خداست. هر کسی این کار را با اهل حق انجام بده، عزت خودش از دست میره، آبرو خودش میره، چون که موسی پیش خدا وجیه بود و کان عند الله وجیه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اینجا خداوند عزوجل نسخه عمل را فرموده. اگر میخواهید که واقعا پایبند باشید، الله میفرماید پس تقوا را پیش بگیرید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان، ای اهل ایمان، از خدا بترسید، از خدا پروا داشته باشید. وقتی که ترس خدا باشد، انسان دست از پا خطا نمی کند، انسان اشتباه نمی کند، انسان دنبال بیابرو کردن دیگران نمی رود. چرا؟ چون که از خدا می ترسد. و الله عزوجل اینجا دو اصل بیان می فرماید، یکی تقوا و خدا ترسی، دوم و قولوا قولا سدیدا، سخن راست بگویید، دروغ نگید، تهمت نزنید، مردم را بیابرو نکنید با دروغ هایتون، با تهمت هایتون. و قولوا قولا سدیدا. عزیزان، یکی از نسخه های تقوا هم راستگویی است. هر کسی میخواهد که با تقوا باشد، خدا ترس باشد، این اصل را در زندگی خودش بذارد که اصلا دروغ نگه، راستگو باشد. راستگویی خود به خود سیستم زندگی را طوری درست میکند که انسان به طرف تقوا بره. یکی از علائم تقوا و یکی از علائم خدا ترسی راست گفتن است. این اصل بسیار مهم است. امروز دنیا که مشکل دارد، اطمینان، اعتماد از بین رفته، از دست رفته به خاطر دروغ هست. همه دروغ میگوید، بائع دروغ میگوید، مشتری دروغ میگوید، همسایه دروغ میگوید، بزرگتر، کوچکتر، حاکم، رعیت. به همین خاطر هیچ اعتمادی نیست، هیچ اطمینانی وجود ندارد. این نسخه هایی که الله عزوجل برای ما میپیچد، این دستوراتی که رب مهربان صادر میفرماید، این دستورات دنیا و آخرت ما را اصلاح میگرداند. پس راستگو باشیم و خدا ترس باشیم. راستگویی و خدا ترسی منافع و نتایج بسیار زیادی دارد، اما اینجا
الله عزوجل دو تا از نتایجش را که یکی از اون نتایج در این دنیاست و یکی در اون دنیاست. این دنیای انسان اصلاح بشه و اون دنیا اصلاح بشه، انسان دیگه چی میخواد؟ لذا اثر این خدا ترسی و اثر این تقوا چی میتونه باشه؟ یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. به برکت این تقوا و به برکت این راستگویی الله عزوجل اعمال شما را اصلاح میکند. اعمال شما درست میشه، درست عمل میکنید، درست رفتار میکنید، درست کار میکنید. خود به خود همه اعمال، اهم از عبادات، معاملات، آداب معاشرت، بقیه مباحث سیاست، حکومت داری، خود به خود اصلاح میشه، خود به خود درست میشه. یصلح لکم اعمالکم. این به برکت چیه؟ به برکت تقوا و به برکت راست گفتن و نتیجه اخرویش و یغفر لکم ذنوبکم. خداوند همه گناهان شما را میبخشه، شما را از نظر گناه پاک و صاف میگرداند. لذا اینها در مسیر اطاعت خدا و اطاعت رسول الله خواهد بود. به همین خاطر الله میفرماید و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. هر کسی که خدا را اطاعت بکند و رسول خدا را اطاعت بکند، اون انسان موفق شد، کامیاب شد، فوزا عظیما، موفقیت بسیار بزرگی. واقعا اگر ما میخواهیم در دنیا و آخرت موفق بشیم، سربلند و عزتمند بشیم، کامیاب بشیم، همین دو اصل هست: یطع الله و رسوله، اطاعت خدا و اطاعت رسول الله. اطاعت خدا در کتاب خداست، در قرآن هست، عمل به قرآن، و اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم در عمل به سنت هست. این دو تا اصل، کتاب الله و سنت رسول الله. وقتی که یک انسان، یک مسلمان عامل بشه به اینها، این موفقیت را، رستگاری را، عزت دنیا و آخرت را می‌یابد. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال. در ادامه که آخرین آیات هستند، خدای عزوجل از انسان شکایت میکنه، از انسان کفور، انسان ناسپاس، انسان ظلوم که بر خود ظلم میکند، انسان جهول که نادان است و نمیداند و امانتی را به عهده گرفته اما این مسئولیت را درست انجام نمیده. الله عزوجل میفرماید، البته اینجا دو تا تفسیر عرض میکنیم. یه تفسیری که معروف هست اینه که خداوند میفرماید انا عرضنا الامانة على السماوات والارض. همانا ما امانت را عرضه کردیم، پیش کردیم، عرضه کردیم بر آسمان ها و زمین، والجبال و کوها، فابین ان یحملنها. اونها انکار کردند که این را بدوش بگیرند، و اشفقن منها، و ترسیدند از آن، و حملها الانسان، اما انسان اون را بدوش گرفت. انسان بار امانت را پذیرفت. خداوند نسبت به انسان میگه انسان نمیدونست انه کان ظلوما جهولا. ظلوم مبالغه ظالم هست و جهول مبالغه جاهل هست. یعنی انسان خیلی بر خود ستم میکنه، ستم کننده بر خودش هست و خیلی نادان هست. حالا منظور از امانت چیه؟ تفسیرهای مختلفی بسیار میگن امانت یعنی طاعت. قال ابن عباس یعنی بالامانه الطاعه، طاعت، عبادت. و بعضی میگن منظور از امانت فرائض و حدود دین هستند، اون چی که خدا امر کرده و نهی کرده، یعنی همین تکلیف که همه ما مکلف هستیم. خداوند این تکلیف را بر کوها عرضه کرد، بر آسمان و زمین عرضه کرد، اونها نپذیرفتند.
انسان پذیرفت. اما بعضی از اهل تفسیر میگویند که منظور از امانت بر آسمان ها و زمین این نیست که خداوند اونها را گفت شما مکلف بشید، شما دین را به دوش بگیرید، اونها قبول نکردند، بلکه منظور اینه که خدای عزوجل همه را مکلف کرد، اما هر یکی را بر اساس استعداد و صلاحیتش. بقیه وظیفه خودشون را انجام دادند. مثلا وظیفه آسمان چیه؟ اینه که بر ما سقف باشه. وظیفه زمین چیه؟ وظیفه زمین اینه که برای ما فرشی باشد که ما روی زمین راه بریم، روی زمین برای خودمون جاده و راه درست کنیم، روی زمین ما کشاورزی بکنیم، معاشمون را از زمین به دست بیاریم، روی زمین برای خودمون خانه درست بکنیم، اموات خودمون را دفن بکنیم. بالاخره هر خدمتی که به زمین داد اون هم داره انجام میده. به کوها مسئولیتی که داد که کوها روی زمین میخستن تا زمین جنبش و لرزش داشته باشه، اون مسئولیت خودش را انجام میده. به خورشید مسئولیت داد که خورشید همیشه به ما نور بده، گرما بده، تابش داشته باشد، انرژی بده. همچنین به ستاره ها، ماه، سیاره ها، همه اینها داره انجام به مسئولیت میکنن. به هر یکی وظیفه ای داد، همه به وظیفه خودشون عمل میکنن. اما انسان اون وظیفه که به دوش گرفت، انسان این وظیفه را درست انجام نداد. بقیه انجام دادن. معنیش این نیست که اونا انکار کردن، بلکه ان عرضنا الامانه یرید بالامانه الطاعه لله. خداوند طاعت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها و همه مخلوقات هر یکی را گفت وظیفه شما اینه، این وظیفه را انجام دادی، طاعتت همینه، عبادتت همینه. فابین ان یحملنها. المراد بحمل الامانت الخیانت، یعنی اونها انکار کردن این که در این امانت خیانت بکنن. ان یحملنها تفسیر خازن نوشته اخانها، خیانت نکردند. و اشفقن منها، از خیانت کردن ترسیدند. و حملها الانسان، ای خانها الانسان. اما انسان خیانت کرد. انسان حق امانت را درست انجام نداد. آسمان خیانت نکرد، زمین خیانت نکرد، کوه خیانت نکرد، ماه و خورشید خیانت نکردند، دریا خیانت نکرد، هیچی که خیانت نکردند. همه دارند انجام وظیفه میکنند. اما و حملها الانسان، انسان خیانت کرد، یعنی انسان به دوش نگرفت، این امانت را از دوشش به زمین گذاشت. یه معنی حملها در عربی به این معنی میاد. چرا؟ انه کان ظلوما جهولا، چون که این انسان ظلوم است، خیلی ظلم کننده هست. چون که ظلم میکنه به خاطر اینکه این امانت را پذیرفت اما ادا نکرد، و وقتی که انسان ادا نکند جایش جهنم است، جایش عذاب و ناراضگی پروردگار است. واقعا این انسان بر خود ظلم کرده. و جهولا، خیلی جاهل است، به خاطر اینکه از مشکلات این امانت خبر ندارد که وقتی که بهش عمل نکند، این انسان نمیدوند، جاهل است، نمیدوند چه عواقبی برش هست. اگرچه بعضی از مفسرین گفتن ظلوم و جهول تعریف انسان هم است. چرا؟ چون اگر انسان ظالم هست، عادل هم هست. بعضی ها ظالم هم، بعضی عادل. اگر انسان جاهل است، بعضی ها عالم هستند. اونهایی که به وظایف خودشون عمل میکنند، اونهایی که وظیفه شناس هستند، اونها چی هستند؟ اونها در واقع عالم و دانا هستند و همچنین اونها عادلند. انسان صلاحیت اینو داره که بهش گفته بشه ظالم. حالا در و دیوار هم چیزی نمیفهمد، زمین و کوه هم چیزی نمیفهمد، ولی به اونها نمیتونیم بگیم ظالم. به انسان میتونیم بگیم ظالم چون هم صلاحیت ظلم را دارد، هم صلاحیت عدل را دارد. به انسان میتونیم بگیم جاهل چون هم صلاحیت جهل را دارد، هم صلاحیت علم را دارد.
لذا الله عزوجل میفرماید این امانت را ما به دوش انسان گذاشتیم، انسان در ادای این امانت کوتاهی کرد. نتیجه چی میشه؟ لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. اون دسته از انسانهایی که خیانت کردند، اون دسته از انسانهایی که یا انکار کردند یا اینکه انکار نکردند به ظاهر پذیرفتند، ولی اونها پذیرفتنشون ظاهری بود، پشت پرده نپذیرفتند، خیانت کردند. اینها را بهشون میگن منافقین. و اونهایی که علنا نپذیرفتند مشرکین و کفار. الله عزوجل میفرماید که نتیجه این میشه که لیعذب الله المنافقین والمنافقات. عاقبتی میشه که خداوند عذاب میده مردان منافق و زنان منافق را، والمشرکین والمشرکات، مردان مشرک و زنان مشرک را. مردان منافق و زنان منافق اونهایی هستند که ظاهرشون یه چیز هست، به ظاهرشون پذیرش دین هست، طاعت و بندگی هست، اما پشت پرده چیزی دیگه. و مردان مشرک و زنان مشرک اون هستند که اونها با خدا شریک میگیرند، به جایی که خدا را عبادت کنند، خدا را سجده بکنند، غیر خدا را عبادت میکنند و طاعت و بندگی دارن برای غیر خدا. اینها را الله میفرماید من عذاب میدم. اما کسانی که راه ظلم و راه جهل را نگرفتن، راه عدل و راه علم را گرفتن، راه عمل را گرفتن، خداوند را راضی کردن، به وظیفه خودشون عمل کردن، خداوند میفرماید و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات. و خداوند عزوجل رجوع میکند، این مورد مغفرت و مورد رحمت و مورد آمرزش قرار میده مؤمنین و مؤمنات را. و کان الله غفورا رحیما. و خداوند عزوجل غفور هست، بخشاینده و مهربان هست. الله عزوجل همه من و شما را از مؤمنین و مؤمنات بگرداند، بندگان مطیع بگرداند. در پایان سوره عزیزان این خواندیم که مطالبی که گفته شد، چه اون مطالب در رابطه با رسول الله بود، چه درباره توحید خدا بود، چه درباره حجاب بود، چه درباره آداب